به درس دوم از سری درس‌های مکالمه انگلیسی خوش آمدید. این درس شامل کلمات و عبارات کاربردی است که برای شروع هر مکالمه‌ای ضروری میباشد. تلاش کنید همه را یاد بگیرید و آنهایی که سخت هستند را بنویسید و چندین بار تکرار کنید. How is it going? How is everything? How are you? حالتان چطور هست؟ I'm sorry. متاسفم. Good morning. صبح بخیر. Good afternoon. بعد از ظهر بخیر. Good evening. عصر بخیر. Good night. شب بخیر. You're welcome. خواهش میکنم. You too. شما همینطور. Me too. من همینطور. Take care. مراقب خودتان باشید. What's up? چه خبر؟ Not much. خبری نیست. What do you think? شما چه فکری میکنید؟ Long time, no see. خیلی وقت هست که ندیدمت. Goodbye. Bye. خدا حافظ. Excuse me. ببخشید.